سلام و روز بخیر همه اسفند ماهی های عزیز یا همه شما کسانی که نشان ماه رایزینگ یا تجمع سیارات در برج 2 ماهی یا پایسیس دارین. این تاروت مخصوص شماست. تا انتهای این تاروت خوانی با ما بمونید. از هر قسمتش که سوال داشتید یا توضیحات بیشتری خواستین میتونین از من سوال بپرسید تا جواب بدم. راه‌های ارتباطی با من در دیسکریپشن باکس این ویدیو هست. همینطور در انتهای ویدیو کامل توضیحش میدم. بریم شروع کنیم. خب اسفند ماهی عزیز، من در حال حاضر دارم تو رو در حالی میبینم که به شدت با اراده محکم و با یک انرژی خیلی زیادی داری رو به جلو حرکت میکنی. هر موضوعی که هست یک قسمت از زندگی تو، یک جنبه ای از زندگی تو روی میدونی رو دور افتاده، رو دوری که اصلا به شدت داره جلو میره، به شدت داره رشد میکنه، به شدت داره پیش میره. یک مقدار این کنترلش شاید حتی بگم ممکنه که سخت هم شده باشه برات. گاهی وقتا احساس میکنی که داری به جهت‌های مختلف کشیده میشه، منحرف میشه، مجبوری که اینو مدیریتش کنی، جمع و جورش بکنی. ولی اینو دارم میبینم که الان روی یک دور خیلی تند و محکم و با اراده و مصممی داری در یک جنبه از زندگی جلو میری. من دارم یک سدی برای تو میبینم و این سد اصلا از سد خارجی یا آدم خارجی یا شرایط خارجی نیست، یه سد درونیه. تو داری با سرعت و قدرت جلو میری ولی یک چیزی در درونت داره تو رو عقب میکشه، داره هی سعی میکنه جلوی تو رو بگیره، سرعت تو رو کم بکنه. تو در ذهنت یک چیزی بلاک شده، یک چیزی احساس میکنی که چطور بگم، یک چیزی توی روانت، توی ناخودآگاهت، توی فکر دست و پای تو رو انگار میبنده. نمیگم ترسه، شاید گاهی فکر میکنی که گیر افتادی، حس میکنی که در جاهای مختلف تو موضوعات مختلف گیر کردی، ولی در واقع این گیره اصلا خارجی نیست، این گیره کاملا درونیه، درون ذهن خودت، درون روان خودته. تو خودت داری مانع خودت میشی، به زبان ساده بخوام بگم. اگر که در حال حاضر زندگی داره پیشرفت میکنه، داره رشد میکنه، داری تو هر قسمت از زندگی، هر جنبه از زندگی داری جلو میری، یک چیزی در درونت داره سعی میکنه تو رو عقب نگه داره، یک چیزی در درونت داره سعی میکنه این سرعتت رو جلوش رو بگیره. هر چی که هست مربوط به گذشته است، اصلا مربوط به الان نیست، اصلا مربوط به عوامل خارجی نیست. هر چی که هست در درون توه. ممکنه مثلا به فرض
میدونید ما آدم ها گاهی وقتا فرارهای رو به جلو داریم، گاهی وقتا خودمون با دست خودمون زندگی خودمون رو خراب میکنیم، گاهی وقتا خودمون با هی فکر کردن به افکار منفی بدشانسی برای خودمون درست میکنیم. گاهی وقتا توی روابطمون با آدم ها به خاطر طرحواره هایی که داریم خودمون روابطمون رو خراب میکنیم. مثلا طرف چیزی میگه و ما یک چیز دیگری میشنویم و همین باعث میشه که ما روابطمون رو خراب بکنیم. توی کار برفرض ممکنه که یک موضوعی داره رشد میکنه ولی از اونجایی که ما خودمون رو لایق پول زیاد، لایق رفاه نمیدونیم، خودمون با دست خودمون کارمون رو خراب میکنیم. متوجهش هم گاهی وقتا نیستیم که خودمون بودیم که این کار کردیم. ولی خب قضاوت ما گاهی وقتا ما رو از مسیر منحرف میکنه. یک چیزی در درون شما وجود داره که داره صدر این پیشرفت شما میشه. من دارم برای شما میبینم که این حرکت ناشیش، اون سوختش یک شور و اشتیاقه، یک شروع جدیده. میدونید یک شور زندگی، حتی میتونم بگم یک شور به یک فرد، یک شوقی به یک فرد، یک ذوقی به یک فردی، یک حس مثلا شدیدی به یک فردی، این هم میتونه باشه. من دارم برای شما اشتیاق یک شروع تازه رو میبینم. این اشتیاق شروع تازه یک موتوری شده، یک موتور محرکه‌ای شده که داره شما رو به پیش میرونه. شما به شدت دنبال این هستید که سرنوشتتون رو خودتون دست بگیرید. کسی که میخواید رو خودتون انتخاب بکنید. یعنی دلتون میخواد سرنوشت جوری پیش بره که اون کسی که خودتون دلتون میخواد رو بتونید انتخاب بکنید، اون رو بتونید جذب کنید توی زندگیتون. دنبال یک نفری شاید حتی میگردید که اون یک نفری که به نظرتون میاد، یک نفر اون بیرون هست که برای شما ساخته شده، شاید دارید دنبال اون میگردید. من دارم میبینم که شما دنبال یک انتخاب سرنوشت ساز، یک انتخاب صحیح، یک انتخاب دلچسب توی زندگیتون میگردید. این انتخاب احتمال زیاد مربوط به یک فرد باشه. دیدم گاهی وقتها کارت لاورز برای شرایط هم میاد، برای کار هم میاد، برای پول هم میاد. برای همین میگم عده کثیری از شما این انتخاب و این تصمیمتون مربوط به یک فرد در زندگیتون، مربوط به عشق زندگیتونه. برای بعضی ها هم نه، فقط صرفا یک تصمیم سرنوشت ساز برای اون چیزی هست که به دلتون میچسبه، اون چیزی که حس میکنید لایقش هستید، اون چیزی که به نظرتون مال شماست. یک همچین تصمیمی دنبالش هستید که همچین انتخابی داشته باشید. من اخیراً دارم شما رو به شدت مشوش میبینم، شما رو به شدت پر استرس میبینم، دارم شما رو میبینم که نگران یک چیزی هستی، شما رو میبینم که یک چیزی انقدر فکر شما رو مشغول کرده که خواب و خوراک رو از شما گرفته. یک چیزی به شدت اعصاب شما رو به هم ریخته، یک چیزی اصلا روتین زندگیتون رو انگار از بالانس، از هماهنگی خارج کرده، انقدر که ذهنتون درگیرشه. و این درگیری اصلا درگیری خوبی نیست. اینطور نیست که بگم مثلا از عاشق شدید و این مدام فکرتون به سمت عشقتونه. نه، فکرتون درگیر یک موضوع ناراحت کننده ایه. یک موضوعی داره به شما استرس وارد میکنه، یک موضوعی داره به شما فشار روانی وارد میکنه. نمیخوام واردش بشم که این موضوع چیه. از اونجایی که تاروت جنبیه برای هر کسی یک چیزیه، یا برای هر کسی توی یک جنبه ای از زندگیشه. ولی این رو دارم براتون میبینم که اخیراً شما توی گذشته نزدیکتون بسیار بسیار پر استرس بودید. در آینده من دارم میبینم، در آینده نزدیک، که شما شروع میکنید
به اینکه برای بعضی افراد برای ورود به زندگیتون، برای نزدیک شدن به شما، برای میدونید حس میکنید یک سری آدم هایی هستن که میخوان از شما بهره ببرن، میخوان از شما استفاده کنن و از این بابت شما خوشتون نمیاد. شما در آینده نزدیک شروع میکنید به غربال کردن آدم ها، شروع میکنید به اینکه با کی میخواید مراوده داشته باشید، با کی نداشته باشید، کی رو لایق میدونید که باهاش در ارتباط باشید و کی رو نداشته باشید. من این رو دارم برای شما میبینم که به یک سری افراد خیلی بیرو درواسی و بی‌تعارف دست رد خواهید زد. خیلی راحت نه میگید. اون کسانی که فکر میکنید که برای رشد شما دیگه چطور بگم همراه نیستن، دارن صد میذارن جلوی پای شما، یا حتی آدم هایی که به نظرتون اگر باهاشون معاشرت کنید شما رو به عقب میکشن، شما رو پایین میکشن، یا کسانی که میخوان از شما استفاده بکنن یا حتی خدای نکرده سوء استفاده بکنن، کسانی که دارن شما رو میبینن که دارید رشد میکنید، دارن میبینن شما رو که دارید رو به جلو حرکت میکنید و میخوان از شما استفاده ببرن، میخوان از شما بهره ببرن. شما خیلی راحت و بدون هیچ درواسی این آدم ها رو از خودتون دور نگه میدارید و به همشون نه میگید و اجازه نمیدید وارد زندگیتون بشن. من میبینم که شما یک همچین روی کردی نسبت به آدم های اطرافتون به زودی پیش خواهید گرفت. شما حتی ته دلتون برای یک نفری یا یک کاری میره، دلتون برای یک چیزی تو زندگی میره، یک چیزی رو میخوایدش. این خواستنه از اون شکل مثلا من باید برم اینو به دست بیارم، من باید این کار کنم، نه اصلا از این شکل و روش نیست. یک جورهای یک چیزی انگار قلب شما رو نرم کرده، یک چیزی قلب شما رو رقیق کرده. یک همچین چیزی من دارم میبینم که شما به یک موضوعی یا حتی یک فردی یک حس بسیار شیرین، معصومانه و لذت جویی دارید. این حس میتونه به یک نفر باشه، میتونه به یک پروژه باشه، حتی یک چیزی که شاید شما حتی میتونم بگم دارید در مورد اون هدفی که دارید و میخواید به سمتش و دارید به سمتش حرکت میکنید رویا پردازی هم میکنید و این رویا پردازی انقدر شیرینه که ته دل شما رو اون لذت رو، یعنی اون لذت ته دل شما رو پر میکنه. اطرافیانتون دارن شما رو کسی میبینن که همون چیزی که اول گفتم، بسیار مصمم، جدی، داره با سرعت زیاد به سمت اون چیزی که میخواد پیش میره. این رو دارن اطرافیانتون دارن میبینن با یک تفاوت. اونها دارن شما رو مقداری هم بی‌محابا میبینن، بی احتیاط میبینن. حس میکنن که این سرعتی که شما پیش گرفتید، جلو میرید، انقدر که شما میخواید اون هدف رو به دست بیارید و انقدر شما سرعت گرفتید، انقدر که دارید سریع پیش میرید، به نظرشون میاد که دارید بی احتیاطی میکنید، دارید بی محابایی میکنید، دارید گاهی وقتها بیشتر از این که یعنی گاهی وقتها لازمه که مکس کنید، فکر کنید، برنامه‌تون رو تغییر بدید، برنامه‌تون رو هماهنگ کنید، ولی این رو نمیبینن. به نظرشون میاد که شما دارید بدون فکر، بدون اون انگاری که بگم، چطور بگم، نظر گفتنی سخته، انگار که شما دارید با سرعت حرکت میکنید ولی عقلتون رو با خودتون نمیبرید. مثلا یه همچین چیزی شاید بتونم تعبیر کنم. دارن شما رو اینجوری میبینن، کسی که با سرعت داره پیش میره ولی همزمان داره بی احتیاطی هم میکنه. شما هم نیاز به استراحت دارید در حال حاضر، از اون جایی که احتمالاً هم قبل از این به شدت
روانتون تحت استرس بوده و هم الان دارید تمام تمرکزتون رو روی پیشرفت، روی جلو رفتن، روی کار کردن، روی هر چیزی که هست که روش تمرکزتون رو گذاشتید، انقدر تمرکز کردید روی این، دارید خودتون رو از پا در میارید. من این رو دارم میبینم که شما نیاز به استراحت دارین، ولی از استراحت کردن ابا دارید. حس میکنید که اگر من استراحت کنم عقب میافتم، اگر استراحت کنم به اون چیزی که میخوام نمیرسم. این استراحت رو به خودتون نمیدید، خودتون رو لایق استراحت کردن در حال حاضر نمیبینید، یا میترسید که عقب بیافتید از چیزی یا کسی، یا اینکه به نظرتون میاد که نه هنوز وقتش نیست، هنوز وقتش نیست. من این رو هم میتونم برای بعضی هاتون بگم که به نظرتون میاد اگر که مکس کنید و استراحت کنید ممکنه که دیگه نتونید با اون شدتی که دوست دارید و الان رو اون دوری که الان افتادید دیگه به این دور نمیتونید برگردید. برای بعضی هاتون دارم این رو هم میبینم، ولی من این رو میتونم قاطعانه بگم که شما به استراحت نیاز دارید. در انتهای این مسیر نتیجه همه این بدوها، پیشرفتنها، استراحت نکردنها، دوندگیها، از خود کار کشیدنها، به سوء استفادهگرها نگفتنها، همه اینها باعث میشه شما انگار که یک لول از اون کسی که بودید رشد میکنید. انگار که نه تنها بگم زندگی جدیدی براتون شروع میشه، درهای جدیدی براتون باز میشه، یک خودشناسی، یک عاقل شدن، یک پخته شدن، یک واقعا افق دیدتون که باز میشه. بگم چطور بگم، جوری شما تبدیل به آدمی خواهید شد که انقدر تجربه کسب کرده، انقدر پخته شده، انقدر اون چیزی که نیاز بوده ببینه رو دیده که دیگه اصلا انگار که همه چیز براش عیانه، دیگه هیچ چیزی براش پوشیده نیست. به اون پختگیه میرسید، به اون عاقلیت میرسید یا عقلانیت، به اون نقطه‌ای میرسید که دیگه واقعا میتونم بگم که هر زیر و بم کار براتون در میاد. شاید بتونم تعبیر بهتری بگم این باشه. شما واقعا از این چیزی که هستید یک لول بالاتر خواهید اومد. شما یک پرش، یک رشد علاوه بر این که حالا دارید رو به جلو حرکت میکنید، از نظر روحی، از نظر فکری، از نظر روانی هم یک رشد بزرگی رو تجربه خواهید کرد. من خیلی کلی صحبت کردم از اون جایی که فقط انرژی ها رو گفتم، وارد جزئیات نشدم، برای اینکه واقعا بابت هر کدوم از این کارت ها بسیار بسیار مثال های متفاوت توی ذهنم میومد. همیشه همه تاروتخوانی های من اینطور نیست. اگر همراه من بوده باشید میدونید که گاهی وقتا خیلی وارد جزئیات میشم و اختصاصی صحبت میکنم، ولی این تاروتی نبود که بتونم اینطوری در موردش صحبت کنم. خیلی انرژی جمع توش زیاد بود. اگر که میخواید برای خودتون بدونید جزئیات بیشتری، میتونید با من در ارتباط باشید. از هر قسمتش که سوال داشته باشید من پاسختون رو میدم. توی دیسکریپشن باکس این ویدیو هم آیدی کانال تلگرام من هست، هم آیدی تلگرام خود من هست. میتونید به من پیام بدید، بگید از این ویدیو سوال دارید و سوالتون رو بپرسید، من پاسخ میدم بهتون. اگر از این ویدیو استفاده کردید، خوشتون اومد، لایکش کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید. اگر این اسفند ماهی میشناسید این ویدیو رو براش بفرستید. و در انتها هم من از شادی و موفقیت شما خوشحال میشم. موفق باشید.